در رابطه با موضوع منابع بشری در معارف، در کل ما گفته میتونیم عنصر کلیدی که در معارف اساس یا پایه شمرده میشه او خودش شاگرد است و یکی شاگرد از کدام خانواده با کدام ظرفیت با کدام توانایی وارد مکاتب میشه یک بحث کلیدی و عمده و اساسی است که اصلا در افغانستان به این موضوع دقت توجه نشده. در قدم دوم وقتی شاگرد می به مکتب شامل میشه و برنامه تعلیمی و تربیتی را فرا میگیره، با استاد یا معلم روبرو میشه و این معلم چی ظرفیت باید داشته باشه، چی توانایی داشته باشه، کدام مسائل کار بکنه، ضمن نزدیک دانش تخصصی را در رابطه با امو دوره های سنی و دوره های آموزشی در مکاتب که ابتدایی و متوسطه و لیسه است بر از اینا ارائه میکنه، اینا باید داشته باشن و در پلوی از اون مدیرا و رهبرای مکاتب است و پرسنل اداری. اگر دقت بکنیم در کل جنگ 40 دهه تاثیرات بسیار عمیق را سر این نظام به جا گذاشته و از تمام ابعاد چالش‌های مختلف را برای تربیت شاگردان یا تربیت افراد ایجاد کرده و این چالش‌ها ریشه‌های مختلف در جهت‌های مختلف با مشکلات و چالش‌های مختلف روبرو ساخته. حالا اگر بگوییم که ما تقریباً بیشترین نیروی کار در وزارت معارف داریم، مبالغه نیست. به دلیل از که از هر خانواده حتما یکی دو یا سه طفل یا نوجوان در مکاتب را دارن، ولی حالا این پیش کی میره و کی او را تربیت میکنه یک بس بسیار مهم و اساسی است. با در نظر داشت وضعیت فعلی در مملکت و موقف اجتماعی خود معلم در جامعه، به ندرت مردم علاقمند امی عرفه و شغل هستند. اگر یک کس ای سخن ما در یک مجلس دیگه هم گفته بودم که بسیار چالش برانگیز هم شد و بعضا مخالفت ها را ایجاد کردی، به این معنا که اگر یک بسیار ساده یک دکتر که بارها دراب میشه در پنجه و ای به خواستگاری یک دختر میره، خانواده از دختر به بسیار خوشحالی و به بسیار پیشانی باز استقبال میکنه از این خانواده و خوشم است که دکتر خواستگار دختر مشده. ولی برعکس اگر یک کسی با ظرفیت بالا به شغل معلمی و وظیفه معلمی میخواد خواستگار شود برای یک دختره، میگه ای چرا ما را قدر چشم کم دید، با کدام جرأتی آمد به خانه ما خواستگاری کرد. پس از اینجا ما میفهمیم که موقف معلم در جامعه چیست. روی از این دلیل است کادرای علمی که از پانتونا فارغ میشن کمتر علاقمندی دارن که جذب معارف شود و ما داریم این ظرفیت داره و میبینیم ما که اینا به ندرت شغل معلمی را پیش میبره. اگر جای دیگه کار یافت نکرد، پیدا نشد، باز میاین به طرف معلمی و هم نیم روز با بسیار بی‌علاقگی و بی‌میلی فقط آذری را امضا میکنن و برنامه را که هرچی هست تطبیق میکنن و مبرن، که خودش یک چالش بسیار کلان است. بس باید اول سر موقف معلمی در جامعه صحبت شد و به شکل بنیادی موقف ما باید روشن بسازیم که کی است. الان که در دیگه دنیا و مخصوصا اگر ژاپن ما به مقایسه بگیریم، بسیار تفاوت بین معلم افغانی و ژاپنی دیده میشه و امتیاز که او آدم در ماه میگیره و معلم افغانی میگیره قابل مقایسه نیست و این خود باعث میشه که کادرای علمی موفق به این شغل روی نیاره. به تعقیب از او سر شاگرد بحث میکنیم که شاگردای ما کیها هستن. اما خانواده ها روشن نیستن. یک زمان آوردن طفل به مکتب آر بود، ننگ بود، مثل که بسکری به بچه را می برد. اونم یک احساس بین فامیلا بود که چطور بچه ما یا دختر ما بره مکتب. حالا که این وضعیت بر بچه ها کم رنگ است، ولی به دخترها هنوزم با مو شکلش در ولایات و در فرهنگ های مختلف مخصوصا پشتونای خود ما آر شمرده میشه چطور دختر ما بره مکتب یا چرا بره پیش یک استاد مرد دو درس بخونه، که این خودش یک چالش کلان است
و تقریبا شما در جریان هستین بیشتر از 3 میلیون طفل واجد شرایط به مکتب در حال حاضر محروم هستند از تعلیمات اساسیشان و در حقیقت باسواد شدن. که ایره چطور ما باید جذب بکنیم و چی شرایط را باید برش مساعد بسازیم، شاید هم کارهای دیگه در رابطه به این بحث بکنن. خب شاگرد با چی ظرفیت داخل مکتب میشه و از مکتب چی توقع داره؟ اگر شما من حیث والدین یا مسئولین تربیت طفل این وظیفه را داشته باشین، خب طبیعی است یک دیدگاه نسبت به مکتب و برنامه‌های از او در ذهن خود داره. هیچ کس هم اولاد خود برای مصروف شدن به مکتب روان نمیکنه که 1-3 ساعت از پیش ما گم باشه و دیگه ما صدایش نشنوم. با وجود که در بعض جایی چالش وجود داره، مکتب به عنوان یک وسیله برای خاموش ساختن طفلا محسوب میشه. پس حالا این طفل با توانایی‌های مختلف و از نظر گاردنر که استعدادا 7 تا و حالا به 13 استعداد تعریف میشه یا شامل مکتب میشه. در مکتب چی محتوای سر از اینا تطبیق میشه؟ معلمی که توانایی تدریس نداره در دوره ابتدایه، معمولا کسایی که در شهرها فارغ صنف 12 هستن و معلم شدن، اینا مسئولیت اساسی ترین مرحله تربیت طفل با عهده میگیرن. به خبر از این که با این شاگرد چگونه باید برخورد بکنه، رفتارشان چگونه باشه، شیوه های آموزشی چگونه باشه، برنامه های آموزشی را چگونه با کدام میتود تطبیق بکنه، غافل از همه موضوع اینا با شاگردا برخورد دیکتاتورانه و اگر از حقیقت دور نشیم، تحقیقات که خودم در این مورد مخصوصا برای اعمال خشونت، همون شیوه های اعمال خشونت در 4 ولایت که در افغانستان من خودم تحقیق کردم، اساسی ترین منبع در امی دوره شمرده می شد. استاد فکر میکرد که گویا این مسئولیتم است و حقم است، باید دو بزنم، دشنام بتم، چوب بزنم، شیوه های مختلف خشونت که خودم بسیار متعجب شدم که اصلا من ندیده بودم با او شیوه رو برو شدم، اعمال می شد. پس ببینن طفل که از خانواده گرم و از آغوش مادرش میاین به مکتب، اینا توقع خاصی را از مکتب و معلم خود داره. اگر او محبت والدینی را معلمین نمیتونه بر از اینا مساعد بسازه که نمیشه، ولی حداقل برنامه‌های داشته باشه بر پیشرفت یادگیرنده های خود. پس یگانه راهی که امروز در مکاتب افغانستان حتی در شهرهای ما اینمی لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم وجود داره او دیکتاتوری و خشونت است. با چوب استاد داخل صنف میشه و با پیشانی ترش به دور از محبت و به دور از ادبیات که لازم به او دوره ها است با شاگردا رو برخورد میکنه که خودش یک چالش است و استعدادایی که طفلا با خود دارن اینا را ناشکفته زیر خاک میکنن و بسیاری واقعیت که ما داریم ترک تعلیم در این دوره به شکل ناگهانه که طفلا از خانه به عنوان مکتب میبرن و اینا تا زمان که مکتب رخصت میشه در پیش پارک پشت کوچه خود یا در نزدیکی مکتب وقت خود سپری بکنن، این رخصت شدن میرن خانه و وقت خبر میشه والدین که 20 روز 30 روز است که طفل مکتب نرفته و تا جویای احوال میشه ای که استاد خشن و بدقار در قبال از اینا به تربیت از اینا پرداختن و اینا را از علاقه که به مکتب داشتن محروم ساختن و به دور ساختن. در پلوی از این وقت ما شاگرده میگیم که خب به هر سوی که آمد ما هم شاگردای داریم با استعداد و با نبوغ و هم افراد که در سطح متوسط ذکاوت است و هم کسایی که آیسته آموز است. از نظر رفتارگرایی ها اصلا هیچ شاگرد تنبل خطاب نمیشه و هیچ شاگرد نالایق گفته نمیشه. پس حالا با این افراد چگونه باید ما رفتار بکنیم؟ صنف تنوع داره، متاسفانه که نظام آموزشی ما قسم سازمان یافته که صنف‌های درسی ما به دور از استاندارد بالاتر از 50 و 60 الی 70 نفر ما شاگرد در یک صنف جمع میکنیم و مدت زمان که این طفلا را با خود داریم بسیار محدود و کم و حجم بسیار کلان از مواد درسی را
یا نصاب درسی را سر از اینا تطبیق میکنیم. و اگر شما در دوره‌های ابتدایی متوجه شوین، فصل بهارم شما باز فراموش نکنین، ببینین که طفلک‌ها چوچه از لحاظ جسمی ضعیف و بیکای کلان با کتابای گرنگ پشت کرده که در بعض مواقع قندولک‌ها پشت سرام میرن. و این به معنی است که ما چطور میتونیم در نهایت 3 ساعت نجومی این حجم کثیر مواد درسی را سر از اینا تطبیق بکنیم. باز با یک معلم بسیار به ندرت که اگر او یک آدم مهربان باشه و توانمند و مسلکی، با یک استاد خشن، بدقار، غیر مسلکی و غیر حرفه‌ای. پس در اینجا شاگرد متاثر میشه و درس اعلام میکنه و شاید هم به بسیار زور و جبر فامیل ای وارد به مکتب شد. وقتی یک کس بدون انگیزه داخل صنف می آید، طبیعی است که بدون انگیزه از صنف بیرون هم میشه. و همینجاست که ما پیشرفت تحصیلی را بسیار کم احساس میکنیم و بسیار به ندرت. خب ای که خصوصی سازی امروز سوا زیاد شده، از یک بودش که واقعا یعنی سیستم سرمایه‌داری را توجیه میکنه، زیانای خود داره، ولی از طرف دیگه چون اینا در رقابت با نظام دولتی معرف هستن، بسیار برنامه‌های جالب هم با خود دارن. اینا وقت درسیشان کافی برای یک دوره در نظر گرفته میشه و همون نصابی که در نظر است بسیار مقبول سر از اینا تطبیق میکنه، با وجود که با کمبود و یا نبود معلمین مسلکی رو برستن. ولی خب اینا برنامه انکشاف مسلکی هم برای استادای خود در نظر میگیرن، آهسته پیش میره. و ما و شما نمونه بسیار خوب از این مکاتب در نقاط مختلف شهر کابل داریم که اینا برنامه ضمن از که آموزشی را پیش میبره، بلکه تربیتی و اجتماعی را هم در خود داره و خود این برنامه تربیتی و اجتماعی هم ذوق و علایق منحصر به فرد افراد چی میکنن؟ تقویه میکنن، رشد میده. در حالی که در مکاتب دولتی ما به نبود از این مسئله بالکل مواجه هستیم و اصلا نداریم این برنامه رو که یک چالش بسیار کلان در این قسمت ما با او رو برستیم. پلوی از این خودم تجربه 6 ساله معلمی را در مکتب دارم که از دوره ابتدایی تا لیسه ما تدریس کردیم. متاسفانه در هر سال ما با مدیر مکتب و سرمعلم مکتب جنگ کردیم. چرا؟ ما جنگره نیستم، ولی مرا ناگزیر به جنگ ساختن. اینا یک نظام بسیار خشک و مستبدانه دارند در رهبریت و مدیریت خودشان. فقط امر میکنه و نه. و شما ببینین بعض اوقات این مراسم صبحگاهی که سر فعل میشه، سرمعلمین یگار رقم پتکی میکنه که اصلا فکر میکنه که استاد نیست، یک شخصیت مچون چی است که مدیر صاحب با این الفاظ با او خطاب میکنه. و اون مسکین هم حق خود نمیفهمه، بسیار ساده سر خود پایان مندازه، قبول میکنه. ضمن از که این برنامه در قبال هیئت اداری و تدریسی مکتب جریان داره، اما حالت سر شاگرده هم جریان داره. ما شاهد هستیم که وقتی استاد برنامه نداشته باشه، ما استاد باشم در صنف و چیز نو بر گفتن نداشته باشم، چیز نو بر یاد دادن نداشته باشم و چیز را بر پیشرفت یادگیرنده ها خلق نکنم، طبیعی است که بسط شما هم شوخ میشین هم شیطان میشین. ناگزیر هستین کارای بکنیم که اذیت شوه صنف و صنف به اخلال بکشانه. پس در مکاتب چیزی که وجود داره ذهنیت کلان است که باید شاگرد صاحب بگه و معلم امر بکنه و ای اطاعت بکنه، در حالی که این دیگه دیکتاتوری است و نباید این رقم تداوم گذاری شود. و محض اگر ما استدلال میکنم به نام شاگرد گستاخ و بیادب معرفی میشم و روی فایل کشیده میشم، از تنبیه های بسیار مزخرف در نظر آن به عزت میشم که این وضعیت طبیعی است که بر روان یادگیرنده اثر نامطلوب داره و اینا را از درس تعلیم دور میسازه. گپ جالبی که معلمین ما وقتی برشان برنامه‌های انکشافی و رشد ظرفیتی مساعد میشن، با یک دید متفاوت به او سیل میکنن. فکر میکنه که در این چند افغانی به ما باید حق و زمه بده
و چطور با ایترنر جرامت بکنم که من نیایم مرا حاضر بگیرم و غافل از این که این برنامه چقدر ای را رشد میده. شما ببینین که محتویاتی که در مکاتب تدریس میشه از هر مضمون که شما در ذهنتان داره اما شکل افزی را داره. در سطح پایان اهداف متمرکز است. نهایت زیاد اگر کوشش شود او تا به کاربرد یک فرد میرسه. از آنچه که آموخته کاربرد اون بسیار به ندرت. دیگه همش به سطح حفظ کردن است توتیوار. اما تعلیم تربیت مظلوم بانکداری است که سر شاگرد منیس یک سیف فکر میکنیم اما دانش هر کتاب که هست و ای حجم کثیر کتابا که 16 عنوان مضمون در یک سال تعلیمی بر یک طفل دوره ابتدایی در نظر گرفته میشه. ایره چی میکنن؟ دکلیشان فقط جای به جای میکنه. روز امتحان مسکینا فقط به پر کردن ورق است و هر کی زیاد نوشت نمره بالا گرفت و ما چک چک میکنیم که مبارک باشه فلانی اول نمره شد، ماشاءالله بچه لایق است، بچه زین است. به می شکل وقت به کنکور میرن غریبه که هر کس نمره بالا گرفت تب گرفت او را لایق خطاب میکنیم و کسای دیگه که نمرات پایان میرمیم تنبل بود به شمول خودم او را برچسب نالایقی میزنم و میم درس نخوانده بودی که کامیاب نشدی. در حال که کنکور ما هم پر از مشکل و چالش است وگرنه این ظرفیت ها فقط متمرکز به یادگیری و حفظ کردن تمام مطالب نیست. 2 دقیقه وقت دارم؟ اوس وقت مخلا شد؟ نه کال وقت زیاد نگیرم. معلمین که عادتشان است نه وقت شروع کرد باز خاموش کردنشان بسیار سخت است. پس در این یک وضعیت وقت استادا در سطح پایین فکر میکنن و درس دادنشان فقط روی تخته پر کردن و پس پاک کردن است. شما بفرمایید چی یاد گرفتید، تعریف کو، فلانی بیان کو، توضیح بده، در همیت. برنامه های خارج مکتب اصلا نداره. در حالی که تمام دانش در داخل یک جلسه 45 دقیقه‌ای یاد گرفته نمیشه. و معلمین چی فکر میکنن؟ آمدم امضا کردم درسی که مطابق پلان سالانه برم گفته شده بود اما حجم تدریس کردم. ای که چی یاد گرفته شد یا یاد گرفته نشد مسئولیت از من است. در حال که اگر ما صادقانه و دلسوزانه برخورد بکنیم صحیح است که صنف زیاد است، شاگرد زیاد است، همین وضعیت سر ما آمده، وقت درس ما محدود است، ولی اگر با وجدان خود جوابگوی باشیم میتونیم که بر از اینا برنامه اضافی بدیم. بسیار ساده ما یک مثال میدم. در یکی از کتابای مهارت‌های زندگی معرفی فرهنگ‌های مناطق مختلف بود. استاد چی میکنه؟ فقط میگه که مثلا در بامیان ای رواج است، در کابل ای رواج است، در کنر ای رواج است. اینا میره فقط تشریح میکنم میرن. خب منم صاحب تو چی طور فکر میکنی که آیا با اینمی تشریحات که تو در رابطه با فرهنگ دادی کل افغانستان بر شاگردا تشریح کردی شاگرد فهمید که در بدخشان مردم میده چطور تجلیل میکنه؟ نه، فقط همون چیزی که در کتاب بود گفت دیگه، مسئولیتش ختم شد و ماش گرفت گویا حلال شد. در حال که ما میتونیم چون صنف تنوع خود داره، بچه و دخترها از هر ولایت حضور داره، در بخش کارخانگی وظیفه بر از اینا بدیم که شما بچه هم برین هر کدامتان امرای پدر کلان مادر کلانایتان بشینین و پرسان کنین که عروسی در ولایتشان چگونه تجلیل میشه یا عید یا نوروز یا هر برنامه دیگه. بسیار کم در 2 دقیقه تشریح میشه، شاگرد یادداشت خودم میگیره پیش بابا میره، بابایی که علاقمند گپ زدن است و خوش داره که نواسه از پیش سوال بکنه، او هم خوش و نواسه هم خوش. فردا که آمد در صنف هر کس از ولایت خود تشریح بکنه. پس ببینین ما با کل افغانستان شاگردار آشنا میسازیم. یا حفاظت از محیط زیست شما دیدین در هر متن ادبیات در کتابای مختلف اگر بیولوژیست سر از این موضوع تاکید شده، ولی چطور که چرم نسوزان، مثلا پلاستیک نسوزان، اواره یه چیز کثیف میکنه و غیره. در حالی که این رقم نیست، است که این موضوعات شما در متن کتاب بود از لحاظ علمی تشریح کردین، ولی شاگرد باید چی بکنه؟ تا به تحلیل برسه و بفهمه که
منطقی مرا چی چیز کثیف میسازه یا آبایی که ما از او استفاده میکنیم چی چیز باعث کثافت از او میشه. خب وظیفه بتین بچه برین خانه و تا هفته دیگه ببینین در اطرافتون که کثافات از چی مبراین. این آدم که آمد آشپزخانه را دید میبینه که بابوش کچالو را پوست کرد، پوست کچالو کثافات شد. میبینه پدرش خلطه را آورد، خلطه را خلاص کرد، خلطه را در کثافت دانی انداخت، خود خلطه هم کثافات شد. میبینه که بیرون همسایه ها چی میکنه، میبینه که جویچه ها چطور کثیف میشه. پس اینا میاره همیشه که با خود یادداشت میکنه. شما ببینیم که چقدر دلایل مختلف دیگه کثافات محیط زیست یاد میگیره. الان که استاد محترم فقط اونمو چیزی که خان تدریس میکنه و ای شد معلم موفق ما که خوشم است و میگه که من تدریس کردم، شاگردار درس دادیم. صنف زیاد است دیگر ارزیابی چی بکنم؟ چالش در یک موقعیت نیست. وقتی شما مشکلات با دقت بررسی بکنین، از خود کتاب گرفته معلم، میتود، ارزیابی، فعالیت، رهبری همش با چالش روبروست و دلیل عمدهش ضعف کار خود استاد یا معلم که خودم هستم از ماست. نمیخوایم یاد بگیرم، نمیخوایم متفاوت تدریس بکنم، نمیخوایم که زحمت بکشم، پس اما قلق به او ماندن و تیر شدن است که خود باعث میشه که ما مردمای خوب نباشیم. و او طرفش اگر ما شاگرد ببینیم اینا با انگیزه برای پیشرفت خود نمیایم. من یگان وقت مثال میزنم، مکتب به خاطر پدر مادرتان میخوانیم، پنتون به خاطر فامیل خسرانایتان، یا بچه ها به خاطر کار خود که فردا یک جای وظیفه است بگیرن و ماش داشته باشن. اینا با انگیزه‌ای که باید پیشرفت بکنه و خلاقانه روی از این موضوعات باید فکر بکنن نمیخوانن و این وضعیت باعث میشه که پیشرفت چندان نداشته باشیم. و همیست که بکس ببر بکس بیار، کارخانگی به یک شیوه شما ببینن متاسفانه باز در سکتور خصوصی ما بسیار خراب است وضعیت سپردن کارخانگی به 3 هدف ما مسپاریم. یا تمرینی است، آنچه که تدریس کردیم بر تحکیم از دانش، چون او با حافظه طویل المدت باید بره و فرد حاکمیت بالاش پیدا بکنه. چند سوال معادل همون درسی که در صنف دادیم برشان میدیم، اینا برن در خانه کار بکنن پس بیان. نه ای که باز ما ولی 7 دفعه را در 7 ورق نوشته کو و طفلک وقت ساتیریش هم سر نوشتن تیر میشه، بعض وقتا تقلب میکنه، خوار بیادر مادر خود گروگان میگیره سر از اونا نوشته میکنه که غلط است. پس اگر تمرین نیست 2 تا سوال بتیوست، 2 تا سوال باز در صنف سرش کار کن. نه دوم کارخانگی ما آمادگی است. قبل از اینکه به بحث وارد شویم بچه ها صفحه 15 را بخوانه و 3 تا سوال از این بکشین. در رابطه به 3 تا سوال ما در صنف بحث میکنیم. ما چی میکنیم؟ سنتی لکچر میدیم بدون از اینکه خود یادگیرنده در بحث شرکت بکنه، خود یادگیرنده تحلیل خود بکنه، خود یادگیرنده دیدگاه خود بیان بکنه. لکچر خود میدیم و بدون از اینکه اونا را آماده بسازیم. پس این کار معلم صاحب نمیکنه که درس از قبل بخوان فردا بیا مورد از سوال تو جواب بر شما صنفیت جواب بده، نه خودم. میتونه که خلاقیتی باشه که بسیار به ندرت و حتی در پنتونا ما استاد شاهد هستیم ما امی کار نمیکنیم که اینا رو به خلاقیت بکشانیم و وادار بسازیم دانش را که کسب کرده یک چیزی را از او خلق بکنه. یک نوآوری ابتکار با در نظر داشت شرایط مملکت خود وضعیت خودشان ابداع بکنه که نداریم از این گپا. خب پس وقت استاد توانایی این فعالیت ها نداشته باشه از شاگرد دیگه چی گله؟ ما که با یک ظرفیت خاص آمدیم و نمیفهمم کدام جهت برم اینجا ششتیم، متوجه استم که معلم صاحب ما چی میگه اونمو کار شاگرد خوبم اطاعت میکنه، دلیل نمیگه، استدلال نمیکنه، پرسپال هم نمیکنه. اگر بکنه باز مورد خشونت استاد قرار میگیره. در بعض مواقع ما میبینیم که وقت او اگر از یا از شیطانت و یا هم از توانایی یا از ندانی خود سوال میکنه مورد اهانت و توهین استاد قرار میگیره. بعض وقتا ما میبینیم که شاگردای ما بسیار زیرکانه در مسائل از ما سوال میکنه که حتی خود ما از جواب گفتن عاجز هستیم، ولی به خاطر از این که من جواب یاد ندارم نمیتونم برش منطق بگویم،
پیشانی رو تاش میکنم خارج از در سوال نکو، حق نداری سوال بکنی، در حال که باید قناعت بکنم که بچیم سوالت منطقی است ولی جواب ندارم. بیاین که کلگی اگر جواب داشته باشه در صنف بگوی، اگر نه روز دیگه سرش کار میکنیم پیدا میکنیم جواب. که یکی از چالش های دیگه ماست که فردی که خلاق است و فردی که توانایی و استدلال و منطق داره او رو ما سرکوب میسازیم و این وضعیت باعث عقبمانی یادگیرنده های ما میشه و اونا پیشرفت چندان نمیتونه داشته باشن.